هرچند آشتی هورامی وزیر سامان سروشتی هرما کردستان را گهاند بو اگر بهای یک برمیل نفت بگهیت 26 دلاران دشین حیوانات دم خود موچ فرمانبرنده بش بکن. لزیده باری وی چنده که سامان سروشتی نفته به بهای که زیده ترجید فروشید هشت آریشا گیروبون موچی بردوامه. لدیف زانیاری انجی آشتی هورامی لدسپیکا افصاله ده اگج کمبون حکومت هرمه ده که تایبت بو به اختن لسر قیران دارایی و پاشکفتیر نموچی آشکرا کریه اگر بهای نفت بگهیت 26 دلارنجی او حیوانات شین 500 میلیارد دیناران بخنه سر حساب وزارت دارایی هرمه و هر سه روزان جارکی جی موچی بهت دابش کرن لحتا نها او نفت زیدتر هت فروتنو آریشا گیروبون و ندان موچی بردوامه. اندامه که پارلمان کردستان اشکرا کرد هرما کردستان توش شکستن که سیاسی بوده. گوران آزاد اندام پارلمان کردستان را گهان سیاست لهرما کردستان توش شکستن که مازم بوده. جبر کو سیاست رامان ریبری و دیربینی و آرستکن و اداره کردن درست بو جیان و جیار که خوش بو جواکی. لی اوه همین نوکل هرما کردستان نینن. اوه جیوه چند نشان داد که سیاست الهرم شکستن اینایه. گوران آزاد گوجی اگر سرکی اوه نخبه سیاسی بریار سیاسی لدفخون نهلایه و نشید بر پرسیاری بریاردان حل کرید. لید نوکجی دا آرستکن و بریار درست ده نخبه سیاسی دا هاتیه رامالین. رکھروا لیبورین آنیف دولتی امنستی انترنشنال ده نامه اکی ده خازش حکومت هرم دیکت و کلین که سربخو پاقش لیکی ساتیرور که ناروش نموان ویداد حسن بکت و انجام و کلین جی آشکرا بکت. رکھروا ده بیانام خود را گهاندیه پیدوی حکومت هرم و کلین جی چوانیان رواندن و تیرور که ناروش نموان ویداد حسن بکت و گرانتیا پارستن جیان شهد حالانجی بدد. هفدم رکھروا آماشه به وی چندجی کریه ویداد حسین بریکو به تیرور کردن آسایش دهو که گفن کشتن لیکری نو داخاجی کریه که وکو روزنامه‌وان دست ج کار خوب بردتن. ابرو انجام انتاقی کردن خلا دوی ین پولا نه بنراتی و دوالده آمادهی دهنه را گهاندن. وزارت پرورده حکومت هرما کردستان را گهاند ابرو انجام انتاقی کردن پولا نه بنراتی و دوالده آمادهی جلای رفبری ازمونان یا سر به وزارت و دهنه را گهاندن. هشی گوتنه لدیف انجام انتاقی کردن خلا ایکی رجا در چون 25 صده بو بله چید بیت جا اگر تاقی کردن خلا دوی رجا در چون بکهیت 5 صده چونکی گلک خوندکاران خو هلا بون بو خلا دوی. پاره گنم جوتیاران گهشتی بانکن رافیدین و رشید و به سر جوتیاران دا دهیت دابش کرن. احمد حاج رشید بریاردار لجنه دارایی لجوات آنینار نراق را گهاند لدیفچون بو پاره گنم جوتیاران کرینه و ریوبری گشتی دارایی بانک نواندی به وی را گهاندیه که پاره گنم جوتیاران هات یهنارتن بو هر دو بانک رافیدین و رشید بو دابش کرناوی به سر جوتیاران دا. احمد حاج رشید دو پاچی کرده بشکرن مافین دارایی جوتیاران گیرو بویود وی با بری جشن هات با دابش کرن. هجی گوتنه که پشکا 2 تریلیون و 331 میلیارد و 443 میلیون دینار پاره گنم جوتیاران یه سال 2014 و 2015 لدف حکومت عراقیه. هپک را گهاند لدور تندورکی باکور کردستان به دهان سربازن لشکر ترکیه آتینا کشتن و طرمن هجمار کاوانجی لبردست گریلایانه. ناوند را گهاندن و چپمنی هزم پرستن گل هپک را گهاند لدور تندورکی یه باکور کردستان ده اپراسیون که دا بگشتی 86 سرباز آتینا کشتن و 58 اندیشی بریندار بوینه. طرمن 20 سرباز آنجی ده دم 4 روزایه لگورپان شری ماینه. هپکه و چندش را گهاند سه گریلا دیوان چالاکیان دا شهید بوینه. دوی اپراسیونه دا کوژ سیهی هیوا آب و دست بکری حتی نوکشی بردوامه. لشکر ترک به هزاران سربازا بشکداری تعداد کت. ایواری روژا هفته نه توپخانه و تانکن لشکر ترکیه به پشتوانی فروکن حوالگیری بمبا باران گندن سر به نحیا راجو یا سر به کانتون عفرینه کرن. جدره که تایبت را گهاند لشکر ترکیه به توپ و هاوانو تانکان به پشتوانی فروکن حوالگیری گندن سنور نحیا راجو بمبا باران کرینه. گوچی جنجام وی بمبا باران لشکر ترکیه بو سروان گندن سر به کانتون عفرینه 5 شروان و 8 ولاتی مدنی شهید بوینه.